سلام. امروز 13 به در 1404 است و من مایل هستم یکی از اشعاری که برگرفته از یک رویای واقعی برای یکی از دوستانم هست تقدیم شما کنم. این بارقه روح و این قافله عشق همه در ظرف دلم بود. آن گنبد مینا و این آبی نیلی همه بام دلم بود. دل بر سر جان است، جانم به لب آمد. اندوخته ای بود که آن هم به سر آمد. روزی سایه روحم گفتا ملکی هست، ملکی مست و دلارام و پریدون. دریافتم آن کس که دلم خواست هوایش، رؤیای دلانگیز نگاه بی صدایش آن هست که میخواهمش از رب دو عالم. یا رب مددی کن که شوم صاحب عالم. تا گشت شبی سرد و بهاری و پر از یار، بادم نفسی سخت بگفتا که چرایی تو چنینی. گفتم این آتش عشق و این شعله مستان برده دل ما را به نیزار و نیستان. گفت در دل من آتشی از یاد عزیز است، یادی که دیگر با دل من سر و ستیز است. تا گفت و شنیدم شبم گشت پر از لرز، لرزی که در آن هر نفسم رفت و دگر باز نیامد.